به انسکدی خوش آمدید. شهرداری از شما دعوت می کند تا در امتحان قابلیت یادگیری شرکت کنید. شما در مورد این موضوع نامه‌ای با یک قرار ملاقات دریافت کرده اید. در این ویدیو به شما نشان خواهیم داد که قرار ملاقات چگونه خواهد بود. ما همچنان نشان می دهیم که امتحان چگونه انجام می شود. قرار ملاقات حدود 1 ساعت و 30 دقیقه طول می کشد و به 3 بخش تقسیم شده است. بخش اول، شما یک توضیح در مورد امتحان دریافت خواهید کرد و این ویدیو دوباره به شما نشان داده خواهد شد. بخش دوم، شما یک امتحان تمرینی خواهید داد. امتحان تمرینی نوع سوالات را نشان می دهد و توضیح می دهد که چگونه انجام می شود. این به شما کمک خواهد کرد تا بفهمید که چگونه از ماوس استفاده کنید و به سوالات پاسخ دهید. بخش سوم، شما در امتحان واقعی شرکت می کنید. امتحان واقعی حدود 45 دقیقه طول می کشد. وقتی امتحان تمام شود، شما می توانید به خانه بروید. ما اکنون توضیح خواهیم داد که امتحان چگونه انجام می شود. شما ابتدا یک صفحه را خواهید دید که امتحان را هم به صورت متنی و هم به صورت گفتاری توضیح می دهد. توضیحات به 30 زبان مختلف موجود است. هر سوال شامل یک ویدیوی نمایشی و یک تمرین است. ویدیوی نمایشی همیشه در سمت چپ قرار دارد. تمرین همیشه در سمت راست قرار دارد. شما می توانید ویدیوی نمایشی را هر چند بار که لازم باشد برای درک سوال تماشا کنید. با کلیک کردن بالای دکمه پخش ویدیو را اجرا کنید. برای هر سوال شما یک دایره سرخ را خواهید دید. هر دایره نشان دهنده یک پاسخ است. شما با کشیدن دایره سرخ پاسخ می دهید یا با کلیک کردن روی پاسخ. گاهی اوقات شما باید برای یک سوال یک تصویر را بکشید و رها کنید. خوب است که بدانید در امتحان تمرینی تصاویر در مثال با تصاویر در سوال یکسان هستند. در امتحان واقعی تصاویر در مثال با تصاویر در سوال متفاوت هستند. به عملی که از شما می خواهیم انجام دهید نگاه کنید. شما یک خلاصه را در آخر امتحان قابلیت یادگیری خواهید دید. اگر شما کدام سوال را خالی گذاشته اید، آنها را اینجا خواهید یافت. همچنان از شما پرسیده خواهد شد که آیا مطمئن هستید که می خواهید امتحان را تمام کنید؟ شما هنوز هم می توانید به سوالات پاسخ نداده جواب دهید. روی سوال در مربع خاکستری کلیک کنید. وقتی که تمام پاسخها را تکمیل کردید، دکمه ارسال نهایی را کلیک کنید. شما همچنان می توانید کشیدن، کلیک کردن و اشاره کردن را در خانه تمرین کنید. به صفحه اینترنتی enskede.nl/inbergren مراجعه کنید و روی لینک کلیک کنید تا تمرین کنید. در هلندی این اوفنتتس نامیده می شود. جوو امتحان شما را ارزیابی می کند. شهرداری نتایج را از جوو دریافت می کند و شما را به یک جلسه دعوت می کند. شما یک نامه جدید با یک دعوتنامه دریافت خواهید کرد. در جریان این جلسه ما با هم بررسی خواهیم کرد که ادغام شما چگونه می تواند شکل بگیرد. در تمرین کردن و اشتراک در امتحان قابلیت یادگیری موفق باشید.